سلام آقا، چطورین؟ چه خبر؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. خوش اومدین به این چالش مستر بیستی. چالشش از چه قراره؟ توی این ویدیو قراره که گرونترین خونه جهان و ارزونترین خونه جهان رو بررسی کنه که ارزونترین خونه جهان $1 که $1 معادل 60,000 تومنه که با 60,000 تومن توی ایران چی نمیتونی بخری، حتی یه چوب هم نمیتونی بخری که بذاری تو خونت دکوری حداقل. و بریم سراغ این ویدیو دیگه آقا، بریم پلی کنیم ببینیم چی در انتظارمونه. لیتس گو. لایک و دنبال فراموش نشه. این یه ابر امارات $100 میلیون و احتمالاً لاکچری ترین خونه که تا به حال به دست بشر ساخته شده. ما قراره زندگی کردن تو این خونه رو با زندگی کردن در این تا اینجا خودش توضیح داده دیگه قرار چی بشه. این خونه $69 میلیون که در برابر سونامی مقاومه. اوکی. مقاومه مقایسه کنیم و بعد برسیم به این قصر $30 میلیون که پارک آبی شخصی داره و خیلی چیزهای دیگه. و در آخر بریم سراغ این خونه تک کاربری $1 شبیه یه آلونکی. فقط $1. چرا این خونه $1؟ خب اگه یه طوفان دیگه بیاد احتمالاً تو آب حل میشه. پس آقا ولی خدایش میارزه، خدایش چوباشو هم که بخوای بیاری بفروشی حداقل 400,000 تومان میتونی چوباش رو بفروشی. $1 معادل 60,000 تومان، نه 70، نمیدونم حالا قیمت دلار چنده، ولی خدایش میارزه $1. فقط لازمه $1 بگیرن تا از دستش خلاص. پس میفرمایی این اصلا سرمایه‌گذاری خوبی برای من نیست، درسته؟ زدی به هدف. یا انجامش بدیم. بزن بریم. چقدر احتمال داره که بیافتیم پایین؟ خیلی زیاد. داداش اینا لق میزنن. این صندلی جوری انگار جفت دستی جونشو نگه داشته. ما یه صندلی و یه تشک و نصف کف خونه رو داریم. همون تشک الان بخوای همونو بگیری 60,000 تومان نمیشه. اصلا $1 خدایش درست خونه خیلی داغونه ولی با $1 خیلی سود کرده. میتونم تو خونه بشینم و ماهی بگیرم. آها یکی گرفتم. واو. فقط یه تومه بود چاخان کردم. حالا که میبینی داره بهمون خوش میگذره از فروختنش پشیمون نیستی؟ نه نیستم. اگه $2 بدم ازم پس میگیری؟ نه. باشه تلاش کرد. من یه ایده دارم، از این خونه بریم بیرون. در ادامه میریم سراغ یه خونه که 100 میلیون برابر این خونه قیمت داره. از اونجایی که دیگه قصد ندارم پامو تو این خونه خرابه بذارم، بیاین بریم سراغ یه جای قشنگ‌تر. همونطور که گفتم خب آقا، قیمت خونه که دیدیم $1 بود و قیمت این خونه که قرار ببینیم $1 میلیون و قیمت خونه بعدی $15 میلیون تا $100 میلیون دیگه. بریم ببینیم چی در انتظارمونه. اومدیم به یه خونه $1 میلیون که در واقع یعنی شما برای خریدن این خونه باید میلیونر باشین. باید ببینیم یه میلیونر کجا زندگی میکنه. اولین حسی که داد این بود که از خونه من خیلی بزرگتره. با پرداخت $1 میلیون یه آشپزخونه نسبتا بزرگ گیرتون میاد و 4 تا اتاق خواب که معمولی بودن. اما این همه چیزش نیست. این اتاق خواب یه اتاق مخفی داره که به یه حموم راه داره و این حموم از کل خونه $1 بزرگتره. این خیلی وان بزرگیه. قد من 185 و خیلی راحت توی وان جا شده. با اینکه تو تمام حموما بیده. فکرشو بکنین این حموم این حمومی که دارین میبینین، فکرشو بکنین تازه حمومم میگه در مخفی داره، یعنی آپشن اضافه است که تا این یه در واقع حموم مخفیه. فکرشو بکن حموم خودش چقدر مساحت داره. وای خدا. بهترین قسمت خونه رسما تو زیر زمینه. با اینجا رو یه سینمای خونگی دارن. داداش این تو زیر زمینه سینما خونگی داره. صندلی و ماساژور دارن. وایسا. هر کدوم از این صندلی‌ها 2 تا کنترل دارن. حالا این سینما یه اتاق بازی هست. فکر نمی‌کردم با پرداخت $1 میلیون یه همچین امکاناتی داشته باشه. این خونه حرف نداره. اگه صاحب خونه بودن دوستای بیشتری داشتم و در آخر با همچین استخر امکانات خونه تکمیل میشه. کنار بشین آبشاره که نیازی نیست باشه. در کل زندگی تو این خونه خیلی خوبه، ولی البته اگه قرار گرون‌ترینا رو با هم امتحان کنیم، برای همین بعد از این میریم توی خونه 15. خونه $15 میلیون. نکستون خونه $15 میلیون. اونی که دیدین $1 میلیون بود و این 15 برابر خونه قبلیه. باید در رو گل بدی؟ وای پسر، انگار فیکه. شبیه همون خونه ای که میخواستی توی GTA بخری؟ آقا خدایی شبیه خونه دوم فرانکلینه. خودش هم داره میگه شبیه هم خونه ای که میخواستی توی GTA بخری، کپی برابر خونه دوم فرانکلینه. چشم اندازش بی‌نظیره. نگاه دقیقاً همین استخره. استخرش از استخر خونه $1 میلیون خیلی کوچیک‌تره، اما شما میتونید رسما کل لس آنجلس رو ببینید. کمک! هی کمک! کافیه بس کنید، برید داخل. دوستای جدید میخوام. خب نگاه دقیقاً من این صحنه رو یادمه توی GTA V. فکر میکنین شغل این صاحب خونه چی بود؟ همون خونه است. باشه
NFT یه وکیله. اون وکیل برتر سال 2017 و وکیل شماره که سال 2021 بود. حالا معلوم شد چطوری میشه این خونه رو خرید. ظاهرا اینجا یه یادداشت برام گذاشتن. مستر بیست عزیز، ممنون که اومدی بخونی من. تو کادوی خیلی بزرگی به من دادی. حالا من در برابر بچه‌ام یه برگ برنده دارم. بعد در ضمن هیچ کدوم از ساندویچ‌ها رو نخور. اونا خیلی برام با ارزش هستن. اعضای خانواده من اونا رو نسل به نسل منتقل کردن. باشه. پایین بالا. خیلی خوب میریم پایین. حالا زیبایی یه خونه مشخص میشه. طبقه پایین این عمارت یه سینما و یه باشگاه کاملا شخصی وجود داره. برای استفاده از این تردمیل باید رمز وارد کنی. 6969. ترگمیل رمز میخواد. من این ترگمیل یا پیسی زن سرویس. مانیتور رو نگاه کن. 69. مانیتور لمسی داره ترگمیلش، اونم با این بزرگی. 69 نیست. یه اتاق خواب مهمان، یه اتاق سرگرمی و یه بار با یه عالم غذای مجانی. بچه‌ها قبل از اینکه چیزی بخورید اگه این غذا رو گذاشته باشه تا بتونه از ما بابت خوردن. خیلی خوب دیگه. کار خوردش و یه نمای خیلی فوق‌العاده از استخر اینجا داریم. این سقف رو میتونی نگاه کنی، فکرش بکنی دو سه تا بچه کوسه بندازی با یه دونه مثلا سنگ بچرخن دارم. از توی خونه میتونی استخر رو نگاه کنی. خیلی خوشگله. نولان در پشت صحنه داره ولی فیلم برداری شنا میکنه. فکر کنم خبر داشته باشه که دیگه ازش فیلم نمیگیری. آره یه بار دیگه انجامش بده. اینجا یه اتاق خواب بزرگ با یه نمای فوق العاده داریم. بیا اینجا کار. نخورده. وای نولان اونو بگیر. بابا اگه پرتشم پایین ازمون شکایت میکنم. من اینکه کارمو به شکایت و دادگاه نکشه تصمیم گرفتم بریم اون سر کشور به مساچوست. قبل از اینکه ببینیم بدونین اون خونه اولی $1 بود، خونه بعدی $1,000,000 بود، بعدی که الان داشتیم میدیدیم $15 و این یک خونه $15 دیدم. $15 میلیون و این خونه که داره میبینیم $30 میلیون. اونا رو اشتباه کردم گفتن دلار. 15 میلیون دلار بود شهرونده. و خونه $30 میلیون. این مرکب بزرگ 16 تا اتاق خواب و 4 تا ساختمان مجزا داره. تو ساختمان اصلی دن سرویس خونه نیستش که، قصر نیستش که، شهره واسه خودش. چند تا اتاق نشیمن وجود داره ولی این یکی بهترین اتاق نشیمنه این خونه است. واقعا بزرگه. اینجا کجاست؟ اتاق رئیس جمهور. فکر میکنی چه کتابی به جز کتاب راه رسیدن به ثروت اثر بنجامین فرانکلین بتونیم پیدا کنیم؟ اون لامپو اختراع کرده و یه کتاب نوشته. فرانکلین دقیقاً چیکار کرد؟ من میخوام این کتابو بخونم. از اتاق نشیمن به اتاق کار که رد بشیم به یه آشپزخونه بزرگ میرسیم که یه هدیه توش بود. صاحب این خونه با درست کردن شمع ثروتمند شده. اون برامون شمعای اختصاصی رو درست کرد. ساحل میده. درسته. چطوری این رو تو شمع گذاشتن؟ و بالاترین قسمت ساختمان اصلی این خونه صاحب خونه تونسته یه سکو برای بازی گلف بسازه. برید کنار. اما این در برابر باحال‌ترین قسمت خونه اصلا چیزی نیست. ساختمان بغلی یه گاراژ پر از ماشین‌های خارجی. اگر که یه دونه از این ماشینایی رو این سفر رو بخوام بهتون بدن کدوم انتخاب میکنین؟ خودم نمیدونم لامبورگینی خاکستر نمیدونم. یه دونه از این ماشینا رو خودتون انتخاب کنین و توی کامنت ها واسم بنویسید. شبیه گاراژ یه بازی ویدیوییه. اینجا پر از مدلای لامبورگینیه. شبیه شکلات فروشی مخصوص بزرگترا. نکته خوبش اینه که یه گاراژ دیگه هم داریم. دنبالم بیاین. داداش ماشینای اینجا از ماشینای قبلی هم بیشتره. خدای من. وای از این صفحه هم بگیم کدوم انتخاب کنین دیگه. اونجا ببین یکی از اینا رو نگاه. بدوزیم اون اصلا متوجه نمیشه. چطوری اینا رو خریده؟ من 3 تا از این مدل میخرم. خریدن این همه ماشین خودش یه شغل تمام وقت حساب میاد. اینجا یه راه پله است. خب بذار ببینم به کجا میرسه. اینجا مثل یه کمد پر از ماشینه. زیر اون کاراش یه عالمه ماشین دیگه است. اونا باید یه کلید برق اینجا گذاشته باشن. اینجا 20 تا ماشین است ولی لامپ نداره. ها. واو. میشه. واو. یعنی من با دست زدن روشن خاموش میشه. استاپ کن یعنی کات کن. خب آقا ببینید این قیمتش رو حساب کنید. این $30 میلیون. حالا گوشی من برای خب سین یک بیو قاطی کردم. خب $30 میلیون.
پس نمیدونم الان دلار قیمت چنده دیگه، حداقل یه 60,000 تومان. حالا من حساب میکنم 60,000 تومان مساویه با شما واسه خریدن این خونه 180 میلیارد پول نیاز دارید. نه، طبق محاسبات من تقریبا واسه این خونه 180 میلیارد پول نیاز دارید. برای همین اینجا کلید برق نذاشتن. گفتم نمیشه 30 تا ماشین آورده باشن اینجا اما برق کشی نکرده باشن. حالا اشتباه منو ببخشید. تمام اتاق این خونه تا حالا عالی بودن، اما اگه اینجا مال من بود هیچ وقت از ساختمون بعدی بیرون نمیرفتم. اینجا فوق العاده است. نمیدونم به چه دلیل عجیب و غریبی، اما کسی که این ساختمون رو ساخته به این فکر کرده که ساختن یه زمین تنیس سرپوشیده ایده خوبیه. یادآوری میکنم که داریم داخل یه خونه تنیس بازی میکنیم. من تنیس بلد نیستم. گروه خلافکارا دنبالم. چی؟ امکان نداره. سالن بازی 2 طبقه. سالن بازی این خونه 20 برابر. یه سالن بازی 2 طبقه داره توی همون. من اونو داشته باشم از اون بیرون نمیام. یعنی همونجا واسم قبر رو درست کنیم. سالن بازی خونه 1 میلیون دلاریه. واو، اما تمامش این نیست. داداش این خونه همه چیز داره. خیلی خب، من از اینجا نمیرم. ما داریم توی یه زمین بسکتبال که توی یه خونه از پینگ پونگ بازی میکنیم. با اولین پرده تمام قسمت این خونه 30 میلیون دلاری تا حالا خوب بودن، اما قسمت بعدیه که خاصش میکنه. توی یه دونه خونه پارک آبی داره. پشما. از پله برید بالا تا به بهترین قسمت خونه برسید. چیزی که قراره ببینید دقیقاً همینجاست. اینجا رو ببینید. اینجا یه پارک آبی سرپوشیده. واو، کلاً یه دنیای دیگه. ببین هلیشات چقدر دور شده. انگار یه دنیای دیگه است. داری پشمام. آسمون رو نگاه کن، سقفشو چیکار کردن. هنوزم داره میره. برید کیف کنید ولی چیزی رو نشکنید. چشم قربان. میخوایم همه با هم با سرسره بریم پایین. ما تو پارک آبی خوش میگذرونیم. تو خونه بعدی میبینمتون. خبر بعدی اینه که این خونه اون سر کشوره. خبر خوب اینه که اینجا من این خونه 30 میلیون دلاری رو میخوام. ابر امارات 45 میلیون دلاریه. اون خونه 30 میلیون بود و 30 میلیون دلار بود و این 45 میلیون دلار. تو الان 30 میلیون دلاریه خیلی خفن بود اصلا. این بزرگترین خونه‌ایه که تو کل عمرم داخلش بودم. نمیدونم این قسمت بزرگ دقیقاً چیه ولی خیلی قشنگه. همونطور که میتونید حدس بزنین قیمت خونه‌ها رو به افزایشه. دیگه اصلا نمیدونم چطوری باید توصیفشون کنم. واقعا کلمه کم آوردم. این به احتمال زیاد قشنگترین چیزی که من تا حالا دیدم. برای همین به آقای مارک کومان مولتی میلیاردر گفتم کمک کنه. حالتون چطوره ها؟ سلام. خوشحالم جوان. آقای مارک هم صاحب تیم بسکتبال دالاس ماوریکسه و چون این خونه یه زمین بسکتبال خاص داره، همونطور که می‌بینید یه مقدار سرگرم شد. نمیتونه پرتاب کنه. مکسی از کال بگیرش. گل نمیشه. همینه. ما میتونیم. برو. موقعیت خوبیه. همینه. وای نه. تیم جک میبره. زود باش ما بردیم. حالا میریم بقیه خونه رو به مارک نشون. برنده شده. حالا که همه عرق کردیم بریم ببینیم از نظر اون این خونه 45 میلیون دلار میارزه یا نه. شاید بخوایم بدونید ما شنا نکردیم. ولی انگاری من واقعا شنا کردم. گفتی قیمت این خونه 45 چقدره؟ میلیون دلار. چه نمیارزه؟ به خاطر اینکه اینجا برنت بوده. قیمت این خونه نصفه. برنت‌وود اونجاست؟ نه. اسم این محله. منم فکر کردم مسئولش جنگل داخل خونه است. اونو میگه. با مسئله بود. حموم اینجا خیلی قشنگه. شما تو حمومتون مبل داری؟ آره. واقعا؟ باشه. آره. ما باید همسطح مارک باشیم. قانون اول اینه که باید یه توالت گرم داشته باشی. واقعا؟ استی که وقتی روش میشینی همینی که داره. موافقم. لازم نیست میلیاردر باشی تا خوشحال باشی. فقط باید یه بیده و یه صندلی توالت گرم. بیشتر وقتتون اینجا میگذره. خب من مطمئنم که مارک دوست داره وقت زیادی رو تو توالت بگذرونه، ولی ما دیگه اینجا وقت نداریم. تو خونه بعدی میبینمتون. قیمت خونه بعدی خیلی اتفاقی. آقا خونه قبلی خیلی قشنگ بود. 30 میلیون دلاریه. نسبت به این باگی گرونتر بود. اون اصلا خیلی قشنگتر از اینه بود. پارک آبی شخصی داشت اصلا. با عدد مورد علاقه من یعنی 69 میلیون دلار برابره. شبیه خونه یه شخصیت شهروره. واقعا شهروره. چقدر فرق داری میرنده؟ از مال من خیلی بزرگتره. فکر نمی‌کنم آدرست چیه؟ دلیل اینکه این خونه عجیب در بازار 69 میلیون دلار قیمت داره اینه که تا خرخره پر شده از مجسمه و آثار هنری گرون قیمت از سراسر دنیا. صرف نظر از اینکه این آثار هنری چقدر میارزه، ما قراره قیمتشو حدس بزنیم. به نظرتون قیمتش چنده ها؟ این سیستم صوتی کاملا منحصر به فرده.
خیلی قشنگه. این دستگاه توسط موزه است دیگه، ساختمون نیست دیگه. مخترع واکمن ساخته شده که جز اولین دستگاهی که میتونستیم باش موقع راه رفتن آهنگ گوش کنیم. از اونجایی که توسط مخترع واکمن ساخته شده خیلی خاصه که بتونی یکی از اینا تو خونه داشته باشی. این اصلا تو خونه تو جا نمیکنه. چیزی که چشم انداز اینجا رو عالی میکنه نمای حیات همسایه هاست. به تمامش دید داره. اگه کسی که اونجا زندگی میکنه یواشکی با همسایه بغلی رابطه داشته باشه چی؟ اون نامزد سابقشه. داستان رسیدن رومئو و دو تا جولیته. اتاق آخر داخل خونه یه سورپرایز در بیرون خونه منتظر ماست. اونجا رو ببینید. چی؟ گروه آقایون، شما از هواپیمایی که اونو کشیدید؟ نه، اونا من هزینه چطور این کارو هواپیما و کردن؟ اجاره حدود 1000 تا بیلبورد در سرتاسر آمریکا رو پرداخت کردم تا به همه بگم شکلات فیستیبل خوشمزه ترین شکلاتی که میشه خورد. دیگه شکلاتای متبقع نخورید. شکلات فیستیبل یه نوع شکلات مدرن. در ضمن چون هالووین نزدیکه تو تمام خرده فروشی‌ها این بسته‌بندیایی که شکلات کوچیک داره رو میفروشید. خب اگه نمیخواین هالووین کسل کننده‌ای داشته باشین از اینا بخورید. خوشبختانه قیمت شکلات ما خیلی مناسبه. اما میدونید چی خیلی گرونه؟ آخرین خونه این هم یحیای بازرگانی ویدیو یا ایدی تو برن خدایی. بهتر بگم خونه 139 میلیون دلاری. مطمئناً این لاکچری ترین ابر امارات کل دنیاست. لاکچریه ولی من الان همون 30 میلیون دلاری رو میخوام. این خونه بزرگ بالغ بر 10,000 متر مربع وسعت داره و چیزایی داره که تو هیچ خونه دیگه پیدا نمیشه. از یک کلوپ شبانه و اسکلت تیرکس گرفته تا یه آسانسور کاملا رباتیک. دیدن این خونه مغزتون رو منفجر میکنه و برای اینکه گشت و گذار تو این خونه رو خاص‌تر کنیم از جاستین تیمبرلیک خواستیم. اینجا خونه جاستینه. قرار خونه رو به ما نشون بده. نه خدای من تا بار همچین نمایی تو عمرتون دیده بودین؟ این فوق‌العاده است. آره پسر، میبینی این تصویر پرده سبز حرف نداره. فکر کنم به نظرش جز 10 به خونه نظرم جزو برتره. 5 تای برتره. واقعا نمیشه توصیف کرد که این خونه چقدر بزرگه. این خونه 12 تا اتاق خواب و 17 سرویس بهداشتی داره که تو 3 طبقه مجزا قرار دارن و یه چشم‌انداز عالی از آسمون لس آنجلس. برای من مهمترین قسمت خونه آشپزخونه‌شه. یه آشپزخونه مینیمال. حالا نظرت درباره اینجا خیلی خونه قشنگیه. آره بیاید ادامه بدیم. آخر ویدیو متوجه میشیم که آیا اون 100 میلیون دلار برای خرید اینجا پرداخت میکنه یا نه. فعلا نگفته که دوستش داره. اولم نقد خونه عزیز. تمام قسمت این خونه از گرونترین مواد دنیا ساخته شده. برای مثال دیوارای این اتاق از یه نوع سنگ مرمر کاملا منحصر به فرد ساخته شده که مستقیم از ایتالیا وارد شده. نمیتونید حدس بزنید که چقدر مرمر برای این خونه استفاده شده. منظورم اینه که این خونه کاملا سفارشی ساخته شده. آره هیچ کدوم از دیواره اینجا از مواد معمولی نیست. دیوار معمولی؟ راجع به سیستم امنیتی اصلا حرف نمیزنه که چقدر دزدگیر داره یا چه سیستم امنیتی داره، دوربین مدار بسته و اینا. چه لوستره. ولی احتمالاً وقتی که 100 میلیون دلار قیمت داره سیستم امنیتیش خیلی خوب باشه. عجیبیه. قیمت این لوستر بیشتر از 1 میلیون دلاره و رو سقف اینجا کار شده تا بتونه وزن این لوستر رو تحمل کنه. واقعا تهش معلوم نیست. چرا بهم نگفتی 1 میلیون دلاره؟ داشتم باهاش بازی فقط می‌کردم. قیمت لوسترای این خونه 60 میلیون دلاره. اتاقای طبقه پایین خیلی بهتره. اون پایین کلا یه خونه دیگه است. اگه اینجا رو نگاه کنی اینجا واقعا یه سردخونه است. قراره منو اینجا زندونی کنی؟ نه لطفا نکنی. خب اینجا به چه درد میخوره؟ سردخونه واقعا به چه درد میخوره؟ نمیدونستم با این اتاق چی کار 50% احتمال میدن که اینجا گیر کردیم چون درش دستگیری نداره. آه نه گیر نکردیم. اگه گیر میکردیم باحال میشد. جان سینو این یه دایناسور واقعیه؟ حالا که این خونه یه دایناسور داره متقاعد شدی بخریش نه؟ هنوزم شک دارم. اوه چی؟ این خونه هنوز صاحبی نداره. برای همین اسم معدود کسایی که میتونن این خونه رو بخرن در اینجا نوشته شده. وارن بافت 80 میلیارد داره، آلیسون 50 میلیارد و بزوس 100 میلیارد. چندلر چرا اسم تو اینجا نیست؟ بله خب بیاید کم کم تمومش کنیم. ناران اینجا جس گرفتی یا؟ نه فقط نشستم. تو واقعا به این خونه میای؟ ممنون، میخواستم بخرمش. آره میخواستم. آره انتخاب خوبیه، بهتم میاد. فکر کنم نولان ویدیو رو ادیت کنه تا از بعد حذف بشه. این آسانسور ماشین 2 میلیون دلاری یکی از خاص‌ترین ویژگی‌های این خونه است. شما از تبلت انتخاب میکنید که میخواین سوار کدوم ماشین بشین و آسانسور اون ماشین رو میفرسته به گاراژی که 2 طبقه. خیلی شیکه، واقعا خیلی خوبه خونه. این خونش خیلی شیکه ولی بازم من همون 30 میلیون دلاری رو میخوام. بالاست. میدونم به چی فکر میکنی. مشکل این قسمت اینه که اینجا فقط 6 تا لامورگینی جا میشه و فکر کنم تو واسه 10 تا ماشین جا میشه. آره به درد نمیخوره مشخصه. حالا ببرین سینمای خونه بزرگترین سینمای خونگیه که در
سینما خونگی نیستش که دیگه، سینمای واقعیه. بیای اجاره بدی. شبیه یه سینمای واقعیه. اینجا این بهترین سینمای خونگیه. و این این صندلی‌ها به فقط حالت $100 خوابیده خرج در میاد. برداشته. اینجا رو ببین جیمی، دکمه ماساژور منو فشار بده. بچه این ماساژور نیست. بگذاریم. هی من اینو نمیخوام. ای داداش دکمه صندلی من کو؟ صندلی من ماساژور نداره. بیا جاتو با من عوض کن. بیا. پسر این عالیه. نمیدونم. خب بیایم بریم بالا. اتاق خواب اصلی اونجاست. این طرف هم حموم هست. اگه دلت خواست همزمان با 10 نفر حموم کنی. خوش آمد پسر. تو این وان با هیچ کس دیگه نمیتونی حموم کنی، اما بخوای دوش بگیری میتونی یه ارتش اونجا جا بدی. البته اگه اهلش باشی. اهلش هست. حالا بهترین قسمت خونه کنار استخره. دلیل اصلی گرون بودن این خونه اینجاست. دارم فشارش میدم. این یه صفحه نمایش. یه صفحه نمایش وسط استخر یه خونه خیلی حال میده. فکرشو بکن مثلا بعد توی یه روز تابستونی یا اصلا توی زمستونی رفتی توی استخر خونت، جلوت اونجا توی استخر پوست شیر ببینی. چه؟ خیلی کنده. ولی چیز جالبیه ها. آره حس درسته. هیجان انگیزی داره. خیلی باحاله. باش حال میکنه. منظورم اینه که این یکی خیلی خاصه. چه چشم انداز قشنگی از لس آنجلس داری. تصور کن این صفحه نمایش در اصل لس آنجلس بود. اصلا هست. این مرکز لس آنجلسه و اونجا مرکز لس آنجلسه. محض اطلاع کار 185 سنت. آره کم و بیش یه چیزی تو همین این مایه صفحه ها. نمایش چقدر ازش بلندتره. خیلی خب جاسین، تو همه جای خونه رو دیدی. حالا می‌خوایم بدونیم، در واقع می‌خوایم بدونیم که $100 میلیون نقد داری یا نه. درست می‌فرمایید. این خونه رو می‌خری یا نه؟ لباس نولان هم میدیم. لباس منو دوست داری؟ لباس اونم میدی؟ آره. هستمش. اون خرسی که لباسو پاره کردن باش میدین یا نه؟ خیلی بالی بسر. چیکار کردم با تو؟ امیدوارم خوشتون اومده باشه. با امید دیدار. برای خرید خونه که دیدید به این آدرس اینستا سر بزنید. خیلی شیک بود این آقا، خیلی قشنگ بود، خیلی خونه‌های عجیبی بود. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. لایک دنبال فرمایشتون نشه. ان شاءالله همیشه جیبتون پر پول، تنتون سلامت. تا ویدیوهای بعدی به خدای بزرگ میسپارم.